در دسته دیگری لندن شمالی باشد 5 میلیون جریمه دادند و اخیراً از جیدون سانچو خلاصی یافتند. سانچو هرچند که در فینال لیگ کنفرانسیا ها وقتی جایزه گیری مهنتی زیاد کرد ولی این امریکاییان گپزن را در چلسی قانع نکرد. بالاخره سانچو هم با دل نافارم و یک دنیا درد و غم راه خویش را دیگر باره به سمت منچستر پیش گرفت. ولی با چنین رنگ گرفتنی کار سانچو زیاد در امیو نمانده تابستان ممکن که یگان جای دیگری کار پیدا کند. برای خلاصی یافتن از بحران یونایتد برایش اقلا اجاره هم باشد می شود. در آمده گپ از امیو کریستیان اریکسن، ویکتور لیندلف، جونی ایوانز، دروازه‌بان ها خوبرت گراچیک، توم مایلز و توم ووستر و همچنین دفاعگران جک کینگدون، سم میوری و جیمز نولان رفتند. پس همگان که از این ورزشگاه فرصت‌های اخیر موشخانه گرفته باشند، پس برای سانچو ممکن که در آنجا یگان جا پیدا شود.